Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خواستیم که امروز به شما عزیزان طرز آماده کردن مایونز را نشان بدهیم. چیزهایی که شما در اینجا میبینین بسیار کم هستند، محصولات کم قطعی آماده می شود. خب نوارهای ما را به یاران خودتان روان کنین تا که آنها هم بیننده باشند. بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکنیم. ما در اینجا دو دانه تخم داریم. اول تخم را شکسته در این ظرفی که در پیش من هست میگیریم. بسم الله. خب تخم را شکستیم بینندگان عزیز. در اینجا نمک داریم. یک قاشقچه نمک را گرفته در این همراه میکنیم. اگر شما به گرم میگرفتین 4 گرم بگیرین. باز یک قاشقچه شکر، این هم همچنان 4 گرم. خب در اینجا که دیدین لیمون هست، ما لیمون را بسم الله ببریم. 3 قاشق آب لیمون لازم داریم. ببینین 3 قاشق آب لیمون میگیریم. یک تا دو تا این سومش. خب لیمون را که انداختیم، حال در اینجا سیرکا داریم. سیرکا اگر شما از این که نداشتین اکسوز هم بگیرین میشه، هم 5% باشه 5% هم میشود. خب یک قاشق دیگه از این همراه میکنیم. بسم الله این از این همراه کردیم. خب ببینیم که در اینجا ما روغن داریم. این روغن یک استکان روغن میگیریم. یک استکان روغن اگر شما به گرم میگیرین 120 میلی لیتر میشود. 120 گرم بگیم هم. خب ایران همراه میکنیم. خب اینا بینندگان عزیز، ما یک بلندر داریم در اینجا. با بلندر خود چیکار میکنیم؟ ایرا میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ببینیم که مایونز آماده کردگی ما آماده شده است. اونقدر وقت زیاد هم نمیگیره. چیکار میکنیم؟ ایرا ما مثلا در یک قالبک دیگه میگیریم که در یک کاسه، در هر چیزی که با شما خودتون میفهمین. خب دیگه برای ما لازم نمیشود. ندیدیم بینندگان عزیز آماده شده است. خب ما از این سلفان هایی که برای گلدازی تارگ لازم میشد از اینا یک گرفتیم. در اینجا نزدی بطرک های کچوب رو درچه خالی کردیم. ولی این رو ما چیکار میکنیم؟ در این سلفان میگیریم. بسم الله. خب اینا به همین شکل خطی چیکار کردیم؟ دهانه بطرک را باز کردیم. بازی در قطعی میگیریمش.
خب اینا مایونز آماده هست. اگر شما میخواستین که مایونزی کمتر تیزتر باشد، خب اینا چیکار میکنین؟ کمتر قرفتی تیزک همراه میکنین. خب این ما برای شما از اون نشان میدهیم که چطور تیار شده است. این شما در خلدن بگذارین مدت 1 ماه خراب نمیشه، چون که یگان دارو فارو نداره. به همین خاطر تا مدت 1 ماه اگر کم کم آماده کنید تیزتر تمام میشود. اینا بینندگان عزیز مایونز آماده شده است. آسان بود تیار کردنش. خب الله یار و مددگارتان باشد. نوارهای ما را باز هم به یاران دوستاتون روان کنین تا که آنها هم بیننده باشند و کانال ما را دستگیری کنین. انشاءالله باز کوشش میکنیم که نوارهای خوب و دیدنی باز دیگه چیزها را بهر شما از آن پیشکش کنیم. الله یار و مددگارتان باشد تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.